از ما نرنجید اگر دیگر برای شما صبر نمی کنیم. ما سالها صبور بودیم و در انتها چیزی جز زخم نصیبمان نشد. عشق شعله سوزان آتش زن بر دل و بر جان ای شمع روشن. تو بزایی و من بی وفا از کنارم برو، دیگر شب تارم برو، شد سیاه روزگارم برو، در غمت بگذارم برو، تنها ای شمع روشن. تو بمانی و من ساقیا با ساغر بیا، با آن چنگ افسونگر بیا، با می جان پرور بیا، از گناه من بگذر بیا، از دستم مکش دامن بمانه عشق من. تقریبا فکر کنم 7 سالم بود 6 سالم بود نمیدونم، همین حدودا بود، چون برمیگرده به دهه 70. اون زمان وقتی میخواستن کسایی رو اعدام کنن میآوردنشون تو ملأ عام جلوی بقیه اعدام میکردن تا درس عبرتی بشه برای بقیه. یادمه اون زمان گرگان جنگلش جنگل ناهارخوران گرگان هنوز جاده خاکی بود و مثلا خیلی ماشین اومده بود، یعنی همه پیکنیک اومده بودن که اعدام چند نفر رو ببینن. ما هم مثل خانواده های دیگه زنبیل بستیم، فلاکس چای برداشتیم. یادمه اون زمان بابام یه مزدا 1000 آبی داشت و ما رو انداخت عقب مزدا و رفتیم پیکنیک اعدام. اون لحظه ای که مادرم داشت آب جوش جا میکرد داخل فلاکس چای، من رفتم یک لحظه با این فلاکسه ور برم، نمیدونم، یا مامانم گفت برو شیر رو ببند، شیر سماور رو ببند، نمیدونم چی شد، ولی یه آب جوش ریخت روی مچ دستم. از اون 6-7 سالگی تا الان این زخم آب جوش، این زخم پیکنیک اعدام روی دست راست من مونده. گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم، آستین چو از دیده برگرفتم، سیل خون به دامن روانه کردم، سیل خون به دامن روانه کردم. میدونی خیلی وقتا فکر میکردم که زخمای قدیمی دیگه تموم شدن. یعنی اگر توی دوران کودکی یا دوران نوجوانی یا جوانی یک زخمی، یک اتفاق ناگواری برای ما افتاد دیگه، خب تموم شد. ولی لامصب الان که هی بزرگتر که میشی میبینی چه تأثیراتی توی زندگی و روابطمون گذاشته، چه تأثیراتی توی حتی صحبت کردن با یک دوست. اون تروما الان جدیدن بهش میگن تروما یا زخم‌های ناشی از اتفاقات ناگوار. فکر میکردیم همون لحظه تموم شده یا یه هفته بعدش تموم شده، ولی به نظر من این زخم‌ها جوری ریشه میکنن تو وجودمون، جوری مثل این گلای پتوس رو دیدید که آب بهشون میدن رشد میکنن میان پایین. حس میکنم اون زخم ها از بچگی یا دوران نوجوانی یا جوانی یا همین الان که ممکنه الان زخم بخوریم و اثراتش در 50 سالگی بزنه از ما بیرون، این زخم ها هیچ وقت تموم نمیشه. یا میگیم آره بابا بچگی هم گذشت، جوانی هم گذشت، حالا دیگه من بزرگ شدم. ولی یهو میبینی تو یک موقعیت خیلی ساده، فکر کن داخل یک رستورانی نشستی با یک دختر، تقریبا تو سن بابا دختر میشینم با ننه بابا
باباشون نمیشه. نشستی و دختره بهت میگه که فلانی میشه به اون ویتر یا کسی که میاد سفارش میگیره بگی یه لیوان آب برای من بیاره. بعد ویتر یه مقدار فاصلش با تو زیاده و تو دستتو بالا میکنی و میگی آقا ببخشید، ولی ویتر جوابتو نمیده، یعنی نفهمید، یعنی صداتو نشنید. حاجی من یه حس حقارتی بهم دست میده که فکر میکنم وای الان دختره فکر میکنه این اصلا نه جرأت داره نه چیز داره نه اعتماد به نفس داره که بره یک ویتر رو صدا کنه. ولی وقتی من اونجا صدامو کنترل میکنم و حس حقارت یا حس دیده نشدن بهم دست میده، برمیگرده به اون حس، به اون بچه کوچیکی که یه روزی نادیده گرفته شده. روزای خوب دور ما، اوهای هوی شور ما، خاطره خوش پسین تو کیچتون و بور ما. روزای سخت بی کسی، عمر گسون نمور ما، یکی به دادم برسه ماهیم پریت تور ما. پا پس بکش از خاطرم، مرد دل صبور ما، تیفون تو دریای دلم، بارون تو چیش کور ما. آدمای زیادی فکر میکنن باید این زخم ها رو فراموش کنن و خیلی هم براش میجنگن. ببین خیلی، ولی راستش زخم فراموش نمیشه. مثل این میمونه که روی دستت یه بریدگی یا مثل من یک آب جوشی ریخته باشه و بگی اگه نگاهش نکنم خوب میشه. نه، اگه بهش نرسی عفونت میکنه، اگه بازش نکنی عفونت میکنه، اگه به زخمت نرسی زخمت به تو میرسه. آدم بدون زخم نداری. ممکنه یه دختری از زندگیت رفته باشه و یه زخمی هم قبلش زده باشه بهت و این کل زندگیت رو محاصره کرده. این خودش یه زخمه. ممکنه با ماشین چپ کرده باشی ولی الان دوباره ماشین داری ها، ولی اون چپ شدن خودش یه زخمه. پدر مادرت ممکنه همین الان هم با همدیگه دوست خوبی باشن ولی قبلا از همدیگه جدا شدن توی دوران نوجوانی تو. این خودش زخمه. چند وقت پیش یه باکسی داخل استوری پیجم گذاشته بودم، نوشتم اگر زخمی داری و میتونی بهم بگی بگو، اگه زخمی داری که شاید هیچ کس ندونه اگه دوست داشتی داخل این باکس بگو. خیلی ها نوشتن، ببین خیلی ها نوشتن و من دارم به تک تک این خیلی ها فکر میکنم که حاجی چجوری این زخمو با خودت میکشی؟ چجوری تحمل میکنی این زخمو؟ صبح بلند میشی این زخمه میاد جلوی چشت و تا شب که میخوای بخوابی و اصلا مغزم ترکید که چقدر ما آدمای دور و برمون زخمی هن. چقدر باید مراقب رفتار، مراقب حرف زدن، مراقب خنده، مراقب نوع نگاهمون باشی. داخل این باکس یه زخم‌هایی گفته شد که واقعا بعضی‌هاش رو که میخوندم اشک داخل چشمم جمع میشد. یکی نوشته بود بعد 20 سال زندگی فهمیدم شوهرم داره بهم خیانت میکنه. یکی نوشته بود 20 سال داخل زندگیم از پدرم کتک خوردم. یکی نوشته بود دختری که باهاش برنامه ریخته بودم از ایران برم خودش رفت، وقتی رسید اونجا با یکی دیگه دوست شد و منو کلن فراموش کرد و گذاشت کنار. یکی نوشته بود شوهر خالم توی بچگی بهم دست رازی کرد. آدمیان اینجا هوا پسه، آدم چه بی کسه، آدم چه بی هوا. آدمیان اینجا چشا بسته است،
آدم چقدر خسته است، اینجا هوا خراب. آدمیان چطور صدا کنم، چطور نگاه کنم، چطور گناه کنم. آدمیان اینجا هوا پسه، آدم چه بی کسه، آدم چه بی هوا، آدم چقدر تنها. توی کتاب زخم‌های باز emotional agility همچه چیزی از سوزان دیوید میگه که حاجی زخم‌های احساسی مثل زخم‌های جسمی اگه بهشون رسیدگی نکنی عفونت میکنن. فقط فرقش اینه که زخم‌های روحی دردش پنهان تره. آدم فکر میکنه تموم شده ولی گذشته هیچ وقت واقعا نمیمیره، فقط شکلش عوض میشه. گذر زمان اون زخم رو خوب نمیکنه. من خودم تجربهش کردم، چند تا از دوستام تجربهش کردن که گذر زمان هیچ زخمی رو خوب نمیکنه. فقط یه مش خاک میاد رو اون زخمه و وقتی توی یک موقعیتی قرار میگیریم یک بادی میاد این گرد و خاک رو میبره و زخمه دوباره نمایان میشه. بیا فرض کنیم میخوایم یک لامپی رو عوض کنیم، میریم بالای نردبون یا بالای چهارپایه و یهو یه گربه مثل قیصر میاد زیر دست و پامون، اما هول میشیم و میافتیم پایین که انگار پامون شکسته. ولی شکستگی میگه از بیرون دیده میشه، نه، ولی ما نمیتونیم راه بریم. شکستگی زیر پوست پامونه ولی ما نمیتونیم راه بریم. استخون داخل پامون یعنی زیر پوست، گوشت و میلیون ها رگ دیگه اون استخونه شکسته، ولی دوروبریا مگه میبینن؟ نه، ولی من حسش میکنم، ولی من دردشو حس میکنم و نمیتونم راه برم. چه اصراریه که من بگم قویم، من زخم خوردم، من نیاز دارم این زخم رو پانسمان کنم، بتادین بزنم، کمپوت بخورم و دوره نقاهتشو بگذرونم. چه اصراریه بعد زخم بگم من خوبم. شما به زخمتون، به اون شکستگی پا نکن قیصر، به اون شکستگی پا اگه توجه نکنی، نری عکس بگیری، نری پیش دکتر ارتوپد و ببینی چجوری باید خوبش کنی یا گچ نگیریش، حاجی چجوری میخوای خوب بشی؟ خود به خود خیلی ها از این که تو زندگیشون زخم میخورن یا شکستی میخورن آه ناله میکنن، یعنی اصلا قطع امید میکنن از زندگی. این دنیا دیگه به درد نمیخوره، من دیگه وارد رابطه نمیشم، من دیگه به هیچ پسری اعتماد من که نه، من به هیچ دختری اعتماد نمیکنم. حاجی یه 2 دقیقه ساکت باش، یه 2 دقیقه ببین چه اتفاقی برات افتاده، ببین چی شده اصلا، بعد بیا واسه من سخنرانی کن، بگو که من به هیچ دختر یا پسری اعتماد نمی کنم. بعد کل زندگی تو به خاطر یه تصمیم نابود کن، فقط به خاطر یه زخم. من نمیگم اون زخم کوچیکه، من نمیگم اون زخم دردش کمه، من نمیگم اون زخم روح تو رو نشونه نگرفته، من نمیگم تو با اون زخم گریه نکردی، تو با اون زخم داد نکشیدی، تو با اون زخم سرتو نکوبوندی به دیوار. من هیچ وقت زخمتو ارزش رو کم نمی کنم، فقط دارم میگم چرا واسه اون زخمت نمیشینی گریه کنی؟ چرا واسه اون شکستی که خوردی نمیشینی عزاداری کنی؟ چرا میخوای بگی تو خوبی ولی از درون رنج بکشی؟ دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست، شدم اون هرز گیاهی که گلاش پرپره دستای خور و خسی نیست.
دیگه دل با کسی نیست، دیگه فریاد راسی نیست. آسمون ابری شده، دیگه خار و خاصی نیست. توی فیلم فریدا یه صحنه‌ای هست که اگه دست من باشه هر روز تو شبکه‌های خونگی و صدا سیما پخشش میکنم. فریدا توی یک حادثه‌ای مدت‌ها بدون حرکت و فلج توی تخت افتاده بوده. حتما این فیلمو ببینید و علیرغم فرم زیبای بدنش یه خط عمیقی از یک زخم سر تا سر روی بدنش به وجود میاد. یعنی با اون حادثه یه زخمی رو بدنش میفته. با یک مردی هم آشنا میشه داخل این فیلم و بار اولی که میخواد دکمه های از اینجا به بعدش لطفاً بالای 18 سال بشنون، بار اولی که میخواد دکمه های لباسشو باز کنه انگار مونده زیر سنگینی آوار. همه عضلاتش منقبض، شونه‌هاش خم، چشماش دو زنان، صورتش پر از یک شرم دلخراش، انگار که بی‌پناه ترین صورت دنیاست و نگاه مشتاق اون مرد رو میبینه و میچرخه و نمیذاره اون مرد ببینتش. وقتی لباسش کنار میره ناخودآگاه دست خودش میره روی زخماش و مرد نگاش میکنه. فریدا رو میچرخونه، به جای زخمها خیره میشه و بعد سر تا سر زخماش رو میبوسه. جوری میبوسه که صورت فریدا از اون بار سنگین خلاص میشه. جوری اون زخمهای فریدا رو میبوسه که انگار فریدا وارد دنیای امنی شده. ایمن‌ترین کودک که میداند هر چقدر که لباسهایش گلی شود و توپش از حصار رد شود و مدرسهش دیر بشود، همیشه یک آغوش بزرگ امن هست که همه جوره پذیراش باشه. این کودک ایمن‌ترین کودک. حالا ما خدا نکنه کفشمون گلی شده باشه یا مثلا توپمون افتاده باشه خونه همسایه. من که با لباس گلی می اومدم، مامانم که از اون دور کفگیر رو نشون میداد. یا یه بار ما توپمون افتاده بود از داخل حیاط مدرسه افتاده بود داخل حیاط همسایه. همسایه هم یه پیرمرد عصبی بود و هر موقع این توپمون می افتاد داخل اون حیاط همسایه، حاجی ما خیلی ببخشید این چیزمون میچسید گلومون و اصلا جرأت نمیکردیم بریم اونجا. سنگ از قیچی میکردیم که ببینیم کی بره توپو بگیره. چقدر ترس، چقدر زخم. اینقدر از این زخم داخل زندگی هممون هست، چه کوچیک چه بزرگ، اونقدر بهش نرسیدیم. حتی به زخم‌های بزرگی هم که خوردیم داخل زندگیمون نرسیدیم و حتی از گفتنش میترسیم، از به زبون آوردنش میترسیم. این زخم‌ها یه جایی عفونت میکنه دیگه، یه جایی سر باز میزنه دیگه، یه جایی یه جایی خون و فوران میکنه دیگه. نرسیدی به اون زخمو بازش نکردی با یک نفر، با یک آدم امن زخمو باز نکردی. ببینید ریشش کجاست، از کدوم بیماری نشأت میگیره، از کدوم اتفاق داخل زندگیت این زخم خوردی، چرا این زخم خوردی، چی کار کنی که این زخم خوب بشه، چجوری از داخل این چاه عمیق زخم بیای بیرون. ما زخمامونو قایم میکنیم پشت خنده، پشت کار، پشت شلوغی، ولی هر بار یه چیزی اون زخم رو لمس میکنه. اگه اینو میشنوی بدون که ما بدون زخم بزرگ نمیشیم، ما بدون زخم رشد نمیکنیم. بله میخوای از اون جمله های زرد بگی که چرا سختی بکشی، چرا رنج بکشی، چرا زخم بخوری که رشد کنی. بله من مخالف این جمله نیستم. یه درصدی از رشد کردن رو میشه راحت رشد کرد، ولی به زندگی خودت یا به زندگی بقیه نگاه کن، ببین رشد اصلی از کجا اومده، اون اتفاق بزرگی داخل زندگیت از کجا اومده، کجای زندگیت عصبی شدی، یه زخمی خوردی، از اون زخم عصبی شدی، یه اتفاق پیش اومده. و شادن آزادن مثل پرنده ها تو باد،
میرقصن میخندن آزاد آزاد، آدم خوبن محبوبن، با صلابت و هدف دست به دست هم میرن، همه توی صف آدمانیکن یونیکن، شیک و رومانتیک، پاک ساده، سر به زیر افتاده، از دور چه زیبان، عشاق در باران، انگار مستن بودن تا ابد هستن. من خوردم به تو به رگهای چشمان، من خوردم به تو به سرمای دستات، من خوردم به تو به آجر، به سنگ، به دیوار سخت، به چرخهای لنگ. من به شخص خودم بعضی از زخم‌ها رو میریزم توی سازم، یا شاید همین پادکست درست کردنه خودش نوعی خروجی از زخم‌هام باشه. یه رفیقی میگفت ببین زخم خوردی اوکی، گریه کن براش، داد و بیداد کن براش، ولی لطفاً توش نمون، توی اون زخم نمون. زندگی جریان داره، یعنی تو وایستی سالها برای اون زخم فکر کنی، سالها برای اون زخم گریه کنی، زندگی رفت. مثل فروغ فرخزاد که من واقعا شعراشو دوست دارم، زخمهایی که تو جامعه خورد، زخمهای روحی که توی زندگیش خورد رو آورد توی شعرش. خلاصه وار بخوام بهت بگم، فروغ تو یک جامعه‌ای بود که جامعه هی بهش میگفت تو نباید اینجوری باشی. ونگوگ همه میدونیم که نقاش بزرگی بود، ولی کمتر کسی یادشه که ونگوگ تقریبا همه عمرش رو با زخم تنهایی گذرون. هیچ کس جدیش نگرفت، هیچ کس کنارش نمون، حتی وقتی گوشش رو بریدن. یا چخوف، همین چخوف پزشک بود و نویسنده، توی بچگی پدرش خیلی خشن بود، یعنی مدام تنبیهش میکرد. این زخم‌هایی که توی کودکی خورد باعث شد همیشه به آدمای شکسته و حاشیه‌ای توجه کنه. شاید اگه اون دردها، آخ بابا جون فرنگیز چون تو چه ناخونایی داری بابا بیا، شاید اگه اون دردها نبود قصهش اینقدر بزرگ نمیشد برای ما. میبینیم حتی آدمایی که امروز به اسمشون احترام میذاریم اون موقع فقط زخمی بودن مثل من و تو. فرقشون این بود که زخمشون رو قایم نکردن، گذاشتن وسط و ازش یه چیزی ساختن. مثلا وقتی فروغ فرخزاد میاد توی شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، اونجایی که میگه من سردم است، من سردم است انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد. من اوریانم مثل سکوت های میان کلام های محبت اوریانم، و زخم های من همه از عشق است، از عشق عشق عشق، از عشق عشق عشق. ای یار، ای یگانه ترین یار، آن شراب مگر چند ساله بود. هر جای زندگیت که هستی، هر زخمی که از هر کسی و از هر اتفاقی که خوردی، لطفاً براش عزاداری کن، لطفاً براش گریه کن، لطفاً براش خودتو به در و دیوار بزن، لطفاً بهش رسیدگی کن، اون زخمو بیار بالا، نترس. مگه چند بار زندگی میکنی که میخوای کل زندگی تو با اون زخم بری جلو؟ مگه چند بار زندگی میکنی که اگه یک بار بهت خیانت شد دیگه وارد یک زندگی سالم نشی؟ خب قربونت بشم، برو دنبال اون ریشه خیانت، برو دنبالش، بفهم چی شده، زخمتو باز کن، ببین ریشهش کجاست،
به اون آگاه شو و دوباره اونو تکرار نکن تا یک آدم مناسب وارد زندگیت بشه. تا کی این زخمو میخوایم نادیده بگیریم؟ تا کی بگیم به همون خیانت؟ طرف 10 بار میره شریک میشه و ضربه میخوره. خب نکن لامصب، چرا شراکت میکنی؟ بعد میاد میگه که به هیچ احد و ناسی من نمیتونم اعتماد کنم. خب ریدی دیگه داداش من. ای بابا 10 بار رفتی تو شراکت کردی پولتو خوردن، نکن. 10 بار با یک نوع پسرهایی رفتی تو رابطه، 10 بار با یک نوع دخترهایی رفتی تو رابطه که وسطش خیانت شده یا گذاشتن رفتن. خب این لوپ، این دایره‌ای که وارد شدی و ازش خارج نمیشی رو نگاه کن. ببین چه چیزایی باعث میشه که تو اون لوپه گیر کنی، دوباره همون آدم، دوباره همون اتفاق. مگه میشه؟ مثل این که من هر موقع میخوام رو صندلی بشینم بیفتم. خب چلاقم مگه؟ یا ماتحتم مشکل داره، یا کمرم مشکل داره، یا اصلا من اصلا مشکل ندارم. چرا همه مشکلاتو برگردونم به خودم؟ چرا حس ناکافی بودم به خودم بدم؟ شاید اصلا من مشکل ندارم، صندلی زیر ماتحتم مشکل داره که من 10 بار افتادم. خب این صندلی رو ببر تعمیرش کن دیگه. میخوای بشینی گریه کنی برای ضربه‌ای که خوردی؟ گریه کن، لطفاً گریه کن، ولی بیا بیرون دیگه. بس دیگه ما بخوایم. من خودم یه مدت قربانی عالم بودم چوزنالگون اعظم، هممون گذروندیم حاجی. حتی الان که من دارم با خنده اینو تعریف میکنم برات، وقتی به اون روزان فکر میکنم یه مکسی میکنم و میگم که حاجی چه چیزایی رو گذروندم. ای چرخه گردون، ای مستی مستون، این خستگی ها را ببر و بر نگردون. لای لای لا لا لای لای، لای لای لا لا لای لای، لای لای لا لا لای لای. و تک تک شماهایی که داری صدای منو میشنوی، یا زخم خوردیم داخلش موندیم و نمیدونیم چی کار کنیم، یا چند سال ما درگیر اون زخم لامصبیم. بابا برو درمونش کن دیگه، ویلیش کن، خوبش کن، پاشو. شاید فکر کنیم الان در برابر حرفای من مقاومت سگی انجام میدی، ولی باور کن وقتی بری سراغ اون زخم، بری آگاه بشی نسبت به ریشش، با یک متخصص باهاش صحبت کنی در مورد اون زخم، ریشش رو پیدا کنی، دردش رو بکشی، پانسمانش کنی، دیگه از اون ناحیه زخم نمیخوری. دیگه لازم نیست خودتو قوی نشون بدی. اگر زخمی هم بعدم بخوری، با صدای بلند داد میزنی من یک زخمی هستم. بچه ها بیدار شدن. اینجا قنبرخونه است، جایی که شاید بتونه مقداری از زخمهات، غمهات و یه سری مشکلات دیگه تو بشوره، ببره، خاکش کنه. اینجا قنبرخونه است، جایی برای شنیدن حرفهایی که به هیچ کس نمیزنیم. خیلی دوستتون دارم و اگر هم دوست داشتید یه حالی به ما بدید با لایک و کامنت و شیر کردنتون. به امید اینکه با هم اینجا توی قنبرخونه یه چایی بزنیم. مراقب زخماتون باشید. ای چرخه گردون، ای مستی مستون، این خستگی ها را ببر و بر